امروز میخوایم نحوه عملکرد فر برقی دورسا مدل لاون رو بهتون آموزش بدیم. فر مدل لاون 5 طبقه داره. تابه‌ها و لوازم جانبی پخت مثل توری و سینی رو بسته به نوع پخت میتونید در یکی از این 5 طبقه قرار بدید. داخل این فر 1 عدد سینی توری، 2 عدد سینی لعابی و 1 عدد قلاب نگهدارنده سیخ جوجه گردان و 1 عدد حسگر پخت یا پراپ وجود داره. عملکرد پخت یا همون برنامه‌های پخت به وسیله 4 المنت انجام میشه. المنت بالا داخلی، المنت بالا بیرونی، المنت پایین و المنت حلقه پشت. این فر 12 برنامه پخت داره که این برنامه‌های پخت علاوه بر این که توی دفترچه راهنمای فر درج شدن، روی قسمت داخلی درب فر هم به همراه کاربرد نوشته شدن. تنظیمات نوع پخت، دما و زمان پخت به وسیله صفحه کلید دیجیتال لمسی فر انجام میشه. فر لاون دارای فن گردش هوای گرم داخل یا همون کانوکشنه که جریان هوای گرم رو در اطراف غذا به صورت یک نواخت پخش کرده و فرایند پخت رو سریع و یک نواخت میکنه. از اونجایی که فرهای دورسا به صورت توکار نصب میشن، گرم شدن بیش از حد فر میتونه به قطعات الکترونیکی فر آسیب بزنه. به همین دلیل این فرها دارای فن خنک کننده هستن که هوای گرم اطراف این قطعات رو به بیرون هدایت میکنه و دیواره فر رو خنک نگه میداره. برای شروع کار با فر، بعد از اون که فر رو به برق زدیم، باید ابتدا زمان رو تنظیم کنیم. برای این کار میتونید از دکمه‌های مثبت و منفی استفاده کنید و بعد در حدود 5 ثانیه منتظر باشید تا حالت چشمک زن ساعت ثابت و تنظیمات زمان تموم بشه. یا با لمس کلید استاپ ساعت تنظیم شده بلافاصله ذخیره میشه. از طریق دکمه گو فر رو روشن کنید و به وسیله دکمه‌های افزایش یا کاهش عملکرد فر یا همون برنامه‌های پخت رو تغییر بدید. از کلید لامپ جهت خاموش یا روشن کردن لامپ داخل فر استفاده کنید. برای فعال یا غیر فعال کردن صفحه کلید قفل کودک رو بزنید. برای پاک کردن شیشه های درب فر کافی پین های درب رو به داخل فشار بدید و بعد اون قطعه نگهدارنده شیشه درب رو بیرون بکشید. به این شکل شیشه ها آزاد شده و میتونید اونها رو از درب جدا کرده و تمیز کنید. فر لاون مجهز به درب آرام بنده. حسگر پخت یا پراپ. فر لاون مجهز به سنسور حسگر پخت گوشته که میتونه دمای داخل قطعات بزرگ گوشت رو نشون بده. برای استفاده از این سنسور ابتدا سوکت پراپ رو در محل خود قرار داده و سپس سنسور رو در داخل گوشت قرار بدید و با لمس کلید ساعت دمای دلخواه داخل گوشت رو که نهایتاً 99 درجه سانتیگراد میتونه باشه به وسیله کلیدهای مثبت و منفی تنظیم کنید. هر وقت دمای داخل گوشت به دمای مورد نظر شما برسه، دستگاه آلارم داده و خاموش میشه. پخت غذا در این مدل فر میتونه به 3 روش اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک انجام بشه. پخت اتوماتیک. در این حالت برنامه پخت دما و زمان پخت رو تنظیم کنید و برای شروع به پخت باید دکمه گو رو بزنید. از اون لحظه مدت زمان تنظیم شده شمارش میشه و پس از پایان پخت فر خاموش میشه. مثال: برنامه المنت بالا و پایین و دمای 180 درجه و زمان پخت 45 دقیقه توسط کاربر تنظیم شده. از لحظه‌ای که کاربر گو رو بفشارد در مدت 45 دقیقه فر پخت رو انجام میده و خاموش میشه. پخت نیمه اتوماتیک. در این حالت برنامه پخت، دما و زمان پایان پخت توسط شما تنظیم میشه. فرقش با مورد یک اینه که در این روش نیازی به تنظیم مدت زمان پخت نیست و تنها زمان پایان پخت تنظیم میشه. مثال: برنامه المنت بالا و پایین، دما 180 درجه و با فرض اینکه زمان حال ساعت 12 باشه، زمان پایان پخت 12 و 45 دقیقه تعیین میشه. فر از ساعت 12 تا 12 و 45 دقیقه روشن خواهد بود. پخت تمام اتوماتیک. برنامه پخت، دما و زمان پخت توسط کاربر تنظیم میشه و ساعتی که کاربر در نظر داره غذا آماده باشه رو تعیین میکنه. مثال: برنامه المنت بالا و پایین، دما 180 و مدت زمان پخت 45 دقیقه. زمان پایان پخت 14 تعیین شده.
فر به صورت خودکار 13 و 15 دقیقه روشن میشه و ساعت 14 خاموش میشه. این روش پخت تخیری هم نامیده میشه. با کمک برنامه‌های پخت فر لاون میتونید غذاهای متنوعی بپزید. پخت کیک یا شیرینی. در نظر داشته باشید همیشه قبل از گذاشتن مایه کیک در فر دستگاه رو به مدت 15 دقیقه پیش گرم کنید. برای پخت کیک یا شیرینی با این مدل فر میتونید از برنامه‌های المنت بالا و پایین استفاده کنید. برای این کار باید درجه حرارت فر رو روی 160 تا 200 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و خمیر کیک رو به مدت 15 تا 80 دقیقه در طبقه دوم یا سوم فر قرار بدید. لطفاً توجه داشته باشید که دما و زمان اعلام شده بسته به نوع کیک انتخاب میشه. پخت نان. اگر میخواید با این فر نان بپزید میتونید از برنامه‌های المنت بالا و پایین یا برنامه المنت دایره‌ای و فن استفاده کنید. اگر از برنامه المنت بالا و پایین برای پخت نان استفاده میکنید درجه حرارت فر رو روی 190 تا 210 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و خمیر نان رو به مدت 50 تا 60 دقیقه در طبقه دوم فر قرار بدید. اگر از برنامه المنت دایره‌ای و فن برای پخت نان استفاده می‌کنید، درجه حرارت فر رو روی 170 تا 180 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و خمیر نان رو به مدت 50 تا 60 دقیقه در طبقه سوم فر قرار بدید. پخت پیتزا. در نظر داشته باشید همیشه قبل از گذاشتن خمیر پیتزا در فر دستگاه رو به مدت 15 دقیقه پیش گرم کنید. برای پخت پیتزا میتونید از برنامه المنت دایره‌ای، المنت پایین و فن استفاده کنید. درجه حرارت فر رو روی 190 تا 210 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و مواد پیتزا رو به مدت 30 تا 45 دقیقه در طبقه سوم فر قرار بدید. پخت ماهی. برای پخت ماهی میتونید از برنامه‌های المنت بالا و پایین یا برنامه المنت دایره‌ای و فن یا برنامه گریل و فن استفاده کنید. اگر از برنامه المنت بالا و پایین برای پخت ماهی استفاده می‌کنید، درجه حرارت فر رو روی 180 تا 210 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و ماهی رو به مدت 50 تا 70 دقیقه در طبقه دوم فر قرار بدید. اگر از برنامه المنت دایره‌ای و فن برای پخت ماهی استفاده می‌کنید، درجه حرارت فر رو روی 150 تا 180 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و ماهی رو به مدت 50 تا 70 دقیقه در طبقه دوم فر قرار بدید. اگر از برنامه گریل و فن برای پخت ماهی استفاده می‌کنید، درجه حرارت فر رو روی 220 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و ماهی رو به مدت 10 تا 22 دقیقه در طبقه چهارم فر قرار بدید. لطفاً توجه داشته باشید که دما و زمان اعلام شده بسته به نوع ماهی انتخاب میشه. پخت استیک یا سوسیس. اگر میخواید با این مدل فر استیک یا سوسیس بپزید، میتونید از برنامه المنت بالا و المنت گریل استفاده کنید. درجه حرارت فر رو روی 200 تا 230 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و استیک یا سوسیس رو باید به مدت 9 تا 23 دقیقه در طبقه چهارم فر قرار بدید. توجه داشته باشید که دمای 230 درجه روی صفحه نمایشگر قابل مشاهده نیست. پخت خوراک با گوشت گاو یا گوسفند. برای پخت خوراک با گوشت گاو یا گوسفند میتونید از برنامه‌های المنت بالا و پایین یا برنامه المنت دایره‌ای و فن استفاده کنید. لطفاً توجه کنید که بسته به نوع گوشت، مدت زمان و درجه حرارت مورد نیاز پخت متفاوت میشه. اگر قصد پخت خوراک با گوشت گاو یا گوسفند رو داشته باشین، در صورتی که از برنامه المنت بالا و پایین استفاده می‌کنید، درجه حرارت فر رو روی 200 تا 230 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و خوراک رو به مدت 100 تا 150 دقیقه در طبقه دوم فر قرار بدید. در صورت استفاده از برنامه المنت دایره‌ای و فن برای پخت خوراک با گوشت گاو یا گوسفند، درجه حرارت فر رو روی 170 تا 200 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و خوراک را به مدت 100 تا 150 دقیقه در طبقه دوم فر قرار بدید. پخت مرغ.
برای پخت مرغ میتونید از برنامه‌های المنت بالا و پایین یا برنامه المنت دایره‌ای و فن یا برنامه گریل و فن استفاده کنید. اگر از برنامه گریل و فن برای پخت مرغ استفاده می‌کنید، درجه حرارت فر رو روی 150 تا 170 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و مرغ رو به مدت 60 تا 100 دقیقه در طبقه اول یا سوم فر قرار بدید. اگر از برنامه المنت بالا و پایین برای پخت مرغ استفاده می‌کنید، مرغ رو در درجه حرارت 150 تا 210 درجه سانتیگراد به مدت 60 تا 120 دقیقه در طبقه دوم فر قرار بدید. در صورت استفاده از برنامه المنت دایره‌ای و فن، مرغ رو در درجه حرارت 140 تا 190 درجه سانتیگراد به مدت 60 تا 120 دقیقه در طبقه دوم فر قرار بدید. لطفاً توجه داشته باشید که زمانهای پخت اعلام شده و همینطور درجه حرارت فر بسته به نوع طبخ مرغ انتخاب میشن. جوجه گردان: برای طبخ مرغ در این مدل فر میتونید از برنامه المنت گریل و جوجه گردان که مربوط به جوجه گردانه هم استفاده کنید. بعد از انتخاب این برنامه، درجه حرارت فر به صورت پیش‌فرض روی 230 درجه سانتیگراد تنظیم شده. توجه داشته باشید که دمای 230 درجه روی صفحه کلید قابل مشاهده نیست. پخت سبزیجات: اگر میخواید با این فر سبزیجات بپزید، میتونید از برنامه المنت بالا و پایین و یا برنامه گریل و فن استفاده کنید. اگر از برنامه المنت بالا و پایین استفاده میکنید، سبزیجات رو در درجه حرارت 190 تا 210 درجه سانتیگراد به مدتی 40 تا 50 دقیقه در طبقه دوم فر قرار بدید. اگر از برنامه گریل و فن میخواهید استفاده کنید، درجه حرارت فر رو روی 170 تا 190 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و سبزیجات رو به مدت 40 تا 50 دقیقه در طبقه سوم فر قرار بدید. امیدوارم که با استفاده از این فر دورسا از آشپزی سریع و آسون لذت ببرید.